آخرین گزارش ها از اردبیل نیز حاکی است که امروز یکشنبه حکم 50 ضرب شلاق عباس لسانی فعال مدنی در پی مخالفت او اجرا نشده است. آقای لسانی در سال گذشته خورشیدی به اتهام شرکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم اردبیل در پی اعتراضات خرداد ماه 85 بازداشت و در یک دادگاه غیرعلنی به اتهام تخریب اموال عمومی و دولتی به 18 ماه حبس و 50 ضربه شلاق محکوم شد. قرار بود که حکم شلاق در پایان 18 ماه زندان به اجرا درآید. رقیه محمدعلی زاده همسر عباس لسانی در ارتباط با اجرا نشدن 50 ضرب شلاق به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین میگوید: عباس این اجازه رو نداد که اونا به شلاق بزنن. گفت من نمیخوام، یعنی من جز حقم از شما هیچی نخواستم، شما حق دارین با شلاق جواب مردم رو بدین. این شلاق مون تو اون سالهای بعد داری که شلاق میزدن تو اون زمان موند. الان شما نمیتونیم به هم شلاق بزنیم. 3 ساعت تلاش کردن شلاق بزنن. زابستان اردبیل هرچه باهاش صحبت کرد عباس نذاشت به شلاق بزنن. بعد اعزام کردن به زندان، گفتن که ببرین تو زندان اجرا کنین شلاقشونو. عباس این اجازه رو نداده. 3 بار میخواستن شلاق بزنن تو زندان ولی این اجازه رو نداده بهشون که شلاق بزنن. بعد قاضی زندان دستور داده که سربازا بیاین اینو بگیرین تا من شلاقشو اجرا کنم. این باید امروز شلاق بخوره. ولی سربازا خدا رو شکر به حرفای قاضی گوش ندادن، عباس رو نگرفتن که شلاق بزنن. تا حالا اجرا نشده. اینا امروز میخواستن صبح شلاق رو اجرا کنن، بعد یه سالم بفرستن شهرستان احر زندان تا زندانشو بکشه. حالا الان یه خبر ندارم فرستادن الان یا منور فردا. آیا وکیل همسرتون از این اقدام مسئولین زندان اردبیل مطلع شده و آیا اقدامی رو در این جهت به عمل آورده؟ نه، تو تهران اردبیل نیست وکیلش. تا باهاش صحبت کنیم، از طریق تلفن صحبت کردیم، اونم خبر نداره اینو فرستادن یعنی. ولی امروز دادستان بهم گفت که حتما اینا باید اعدام کنیم. گفتم این حکمش قطعی نشده. 1 سال که فرستاده بودن ما اعتراض کردیم چون این هیچ کاری تو گله بابک نکرده بود. وقتی از ماشین پیاده شد اینو گرفتن. 2 سال داده بودن زندان. بعد به وکیل 1 سال شد. بعد بازم اعتراض کردیم که این هیچ کاری نکرده. جوابش نیومده بود. اینو غیر قانونی نگه داشتن امروز تو زندان. باید امروز ساعت 2 اینو آزاد میکردن ولی متاسفانه نکردن. رقیه محمدعلی زاده همسر عباس لسانی فعال مدنی ترک را میشنیدید که در ارتباط با اجرا نشدن 50 ضرب شلاق با بهروز کارونی گفتگو کرده بود.